حداقل در 12 سال گذشته 450 میلیارد دلار فقط عدم النفع صادرات نفت. آقا 450 میلیارد دلار چیه؟ 3 تا بندر بوسان کره جنوبی به علاوه شمال به جنوب، شرق به غرب ایران راهن پرسرعت با سرعت 320 کیلومتر بر اساس آخرین تکنولوژی یا زیمنس یا شرکت فرانسوی که در چین کار کرده. ساخت مدارس استاندارد در تمام ایران به علاوه توسعه تمامی زیرساخت‌های مربوط به مخابرات به علاوه نوسازی تمام ناوگان زمینی کشور به علاوه بهبود تمام ناوگان شهری کشور بازم تمام نشده، به علاوه حداقل رسوندن نزدیک به 50 فروند ناوگان هوایی کشور. و جالبه بازم تمام نشد، بازم این پول اینقدر پول بزرگی 1% عمده‌ای از رشد کشورهای اطراف ایران به خاطر عدم رشد ایرانه. شما در ترکیه یا در امارات رو به وضوح داری می‌بینی. من تبلیغی دیدم خیلی ناراحت شدم، رفتن به وان و دیدن فیلم اوپنهایمر، نه برای خرید یا تعطیلات، دیدن یک فیلم. آیا این مسیر توسعه